سپاه پاسداران باخت، بدجوری باخت. چرا؟ تمام 40 سال سپاه قدس و نمیدونم غیر قدس و از القرای اسلامی و از فتح قدس و بازپس بگیری قدس صحبت کردن، یه شبه با یه امضای آقای ترامپ همه ریختن به هم. درسته؟ بله. سپاه پاسداران به اتاق فرمانش، اتاق فرمان ایدئولوژیکیش 3 هدف رو دنبال میکنه. بزرگترین آرزوی اینها این است که یک موشک بندازن و به ناوگان آمریکا برخورد کنن. این یکی از رویاهای ایناست. اگر نگاه کنید تمام ویدیوهایی که در خلیج فارس می ساختن و این دلخک قاسم گامبو که اینا خودش میکردن قاسم رامبو، این وسط میستاد به عنوان فاتح جنگ و یک کشتی رزمناک آمریکایی که داره ثابت میشه میره زیر در. یکی. 2، تمام هدفشون تل‌آویوه. اورشلیم رو نمیتونن بزنن. اوکی؟ چون خود قدس اونجاست به گفته خودشون. پس هدف دومشون تل‌آویوه. هدف سومشون زدن منابع نفتی و پتروشیمی عربستانی. این از روز اول تو خواب این بودن. این کابوس اینا. هیچ کدام هم اتفاق نیفتاده. حالا آمریکایی‌ها دست اینا رو خوندن. تمام روزنه های امید اینا رو بستن. اینها یا مجبورن مجددا بیان و به اصطلاح برگ هسته‌ای رو کنن که همون موقع من به همه این دوستان در رادیو تلویزیون میگفتم اصلا به شما چه درباره بحث هسته‌ای، مگه شما کارشناس هسته‌ای هستید؟ این سپر دفاعی است. رژیم پشتش پنهان میشه. به همین آقای دکتر سمنانی که اومده بود و کتاب نوشته بود و درباره آلودگی محیط زیست صحبت داره، گفتم آقا شما اول برید و بنویسید که این رژیم تمام ایران رو گروگان گرفته و کمربند اتمی دورش بسته. اول این رو ایراد بگیرید، نه اینکه لابی کنید برای رژیم که نزنید. خب امروز دقیقا شما درست میگید. رژیمی که شما رو دعوت میکنه به جنگ، رژیمی که شما رو دعوت میکنه به جنگ هسته‌ای در واقع، اوکی؟ ولی اینها یک چیز رو نخوندن. آمریکا رو نمیشناسن. نحوه تفکر سیستم آمریکا رو نمیشناسن.